درود بر شما دوستان. افغانستان یک کشور کوهستانی و زراعتی می باشد که بر اساس موقعیت جغرافیایی در قلب قاره آسیا قرار دارد. به اقتصاد ملی این کشور به محور زراعت و کشاورزی استوار است. نام افغانستان همواره به جنگ، خون و خشونت گره خورده است که با شنیدن نام افغانستان به ذهن افراد بیشتر جنگ و خشونت یادآور می شود. در این ویدیو قصد داریم به معرفی مختصر افغانستان عزیز بپردازیم. پس لطفا تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و قبل از آن لطفا چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز باخبر شوید و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. کشور افغانستان یکی از قدیمی ترین و دیدنی ترین کشورهای موجود در خاورمیانه می باشد که به دلیل قرار گرفتن در جاده ابریشم یک از مهمترین مراکز بازرگانان بوده و به همین جهت در بسیار از مقاطع می توان اسم این کشور را مشاهده نماید. موقعیت سیاسی و جغرافیایی این کشور سبب شده است که فرهنگ و تمدن بسیار کهنه در این کشور وجود داشته باشد و در زمانهای بسیار دور یک از مهمترین و پیشرفته ترین کشورهای خاورمیانه به شمار می رفته است. اما با گذشت زمان و در اثر بروز جنگ‌های داخلی و خارجی مورد سلطه بسیار از کشورهای جهان واقع شده و به همین جهت نتوانست خود را به راحتی با پیشرفت و تکنولوژی مدرن جهان انجام شده و به همین دلیل در حال حاضر در لیست کشورهای جهان سومی واقع شده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث در مورد کشور افغانستان بدانید شرایط اقلیمی این کشور می باشد که در نظر داشته باشید که افغانستان در مرکز قاره آسیا واقع شده است و از اقلیم خشک برخوردار می باشد، به طوری که در این کشور تابستان‌های بسیار گرم و زمستان‌های سردی را به دنبال داشته و میزان بارندگی در این کشور در حدود 250 میلی متر می باشد. یکی از مهمترین اقلیم‌های حاکم در این کشور میتوان به مدیترانه‌ای، کوهستانی، گرم، خشک، بیابانی و موسمی اشاره نمود. البته در نظر داشته باشید که مناطق مختلف افغانستان از شرایط آب و هوای بسیار مختلف برخوردار می باشد، به طوری که در برخی از مناطق شاهد بیابان‌های بسیار گرم و در برخی از مناطق نیز شاهد جنگل‌های سرسبز هستیم که می توان درختان بسیار متنوع را مشاهده نمایید. شرایط اقلیمی مناسب یک کشور از مهمترین نقاط آن برای جذب توجه بسیار از گردشگران و مسافران می باشد که به همین جهت هر مسافر قبل از سفر خود به این کشور می‌خواهد اطلاعات دقیق در مورد شرایط آب و هوای این کشور به دست بیاورد. متاسفانه به دلیل آشوب‌های داخلی در کشور افغانستان این کشور از شرایط اقتصادی بسیار نامساعد برخوردار بوده و نرخ بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده است که این هم سبب شده تا بسیار از مردم برای داشتن درآمد و زندگی بهتر به کشورهای جهان مهاجرت داشته باشد. بانک جهانی نیز افغانستان را یک از بدترین کشورهای سرمایه‌گذاری و تجارت معرفی کرده است. تا زمانی که آشوب‌های داخلی در این کشور آرام نگیرد وضعیت به همین حال باقی خواهد ماند. افغانستان در غرب با ایران و در جنوب با پاکستان و در شمال با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و در شمال شرقی با کشور چین همسایگی دارد. افغانستان دارای 652,230 کیلومتر مربع مساحت 41مین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در حدود 39 میلیون نفر است که آن را در رتبه 38مین کشورهای دنیا قرار می‌دهد. کابل پایتخت افغانستان و بزرگترین شهر آن میباشد. باستانشناسان در این کشور شواهدی از سکونت انسانها تا پیش از 50,000 سال قبل از میلاد مسیحی نیز به دست آوردند. همچنان کشور افغانستان دارای 34 ولایت یا شهرستان می باشد: بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، بامیان، دایکندی، فرا، فاریاب، غزنی، غور، هرات، هلمند، جوزجان، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنر، کندوز، لغمان، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، ارزگان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سمنگان، سرپل،
تخار، وردک، زابل از جمله ولایات افغانستان می باشد. دوستان و همراهان عزیز، به دلیل طولانی نشدن ویدیو، در ویدیوی بعدی به جاذبه‌های تاریخی، تفریحی، مکان‌های گردشگری افغانستان و همچنین آداب و رسوم، فرهنگ و غذاهای مختلف آن خواهیم پرداخت. پس لطفاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی به ویدیوی دیگر ما نیز باخبر شوید. در ادامه شما را با دیدن تصاویر از افغانستان عزیز دعوت می‌نمایم. تا یک ویدیو دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.